ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 5 ژانویه سال 2023 فرمان صادر کرد که از ساعت 12:00 روز 6 ژانویه سال 2023 تا ساعت 00:00 دقیقه 7 ژانویه سال 2023 برای 36 ساعت و 1 شبانه روز در همه جبهه‌های جنگ با اوکراین آتشبس یک جانبه اعلام کرده شود و این تصمیم خود را به مناسبت مولود عیسی مسیح که پیروان کلیسای پروسلاوی روزهای 6 و 7 ژانویه جشن میگیرند ربط داد. ولادیمیر پوتین گفت باید جانب اوکراین هم این آتشبس را رعایت کند، اما در جواب پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی این اقدام پوتین را رد نموده افزود که پوتین میخواهد مولود عیسی مسیح را همچون ابزار جنگ برای محافظت عسکرانش استفاده کند تا پیشروی خشونت‌های ما را در جبهه‌های مقاومت باز دارد و نظامی‌های خود را در یک شرایط بی‌خطر به سنگرهای نو جابجا کند. به همه معلوم است که او مولود عیسی مسیح را سپر کرده تکنیک‌های جنگی و توپخانه‌های خود را به موقع‌های ما نزدیک نموده با قوه نو استیلاگری خود را ادامه خواهد داد. این در حالی است که یک روز پیش از این فرمان پوتین 4 ژانویه سال 2023 رسانه‌های ترکی از گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با پوتین خبر داده بودند که صحنه 5 ژانویه نیز تا اعلان آتشبس پوتین سامانه انادولو در یک گزارش خود جریان گفتگوی پوتین و اردوغان را به توضیح شرح داده نوشته بود که رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان از پوتین خواست تا آتشبس یک جانبه اعلام کند. رسانه‌های نزدیک به کرملین نیز کمی دیرتر از جریان گفتگوی پوتین و اردوغان خبر داده نوشتند که ضمن صحبت با رهبران کشورهای از آتشبس و آغاز کردن روند صلح بحث کردند. در همین حال سخنگوی پوتین دمیتری پسکوف میگوید که این اقدام پس از پیشنهاد پاتریارخ کریل گرفته شد، ولی میخائیل پادالیاک مشاور دستگاه پرزیدنت اوکراین نوشت که این یک عمل تبلیغاتی پوتین است تا خود را یک شخص دیندار و انسان دوست نشان دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز این تشبوس پوتین را شوم‌ناک و مغامرانه دانست. بایدن افزود که من به هر رفتار و گفتار پوتین بهانه میدیم، اما این عملش برای من خیلی عجیب و حیرت آور است. پوتین که تا امروز بیمارستان و کودکستان و مسجد را حتی در شب سال نو بمباران کرد به خاک یکسو نمود، اکنون میخواهد با این عملش انسان دوستی و دینداریش را نشان دهد. من فکر میکنم او میخواهد در این فاصله آتشبس یک نفسش را راست کند و به اشغالگری دوام دهد. باید یادآور شد که از زمان حمله مسلحانه روسیه به خاک اوکراین، یعنی از صحنه 24 فوریه سال 2022 تا امروز قریب نزدیک یک سال بارها رهبران جهان و حتی سردار کاتولیکای جهان پیشنهاد آتشبس و مذاکره را با پوتین کرده بودند، ولی مسکو کسی را نشنید. کارشناسان سوا از آن حرف میزنند که اردوغان خیلی بر پوتین نفوذ دارد و بارها به میانردی اردوغان اوکراین نائل شده بود که اسیران خود را از روسیه بازپس بگیرد و غله‌دانه خود را توسط بحر سیاه به فروش برآورد. در همین حال اوگنی پریگوژن نیز به زرخریدهای خود در عرفه مولود عیسی مسیح آزادی و بخشش هجه کرده است، چگونه که در یک ثبت ویدیویی دیده می شود. اساسگذار گروه شبکه واگنر اوگنی پریگوژن با سابق محبوسان و اکنون زرخریدان خود به قول امر معروف کرده آنها را به زندگی راست هدایت می کند. کانال های نزدیک به واگنر از خبرگزاری رسمی ریا نووستی خبر میدهند که 20 تن از جنگجویان این گروه پس از اشتراک در جنگ‌های اوکراین و به اتمام رسیدن مهلت شرطنامه‌شان عفو گردیدند. شرکت واگنر به اوگنی پریگوژن معروف به لقب آشپز پوتین، یک نفر نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تعلق دارد.